برایم بهترین مردی پدرجان، و صد مهرم بپروردی پدرجان. مرا با مهنت نان و حلالت کلان کردی پدرجان. السلام علیکم بیننده های شبکه شهنام، سلام میرسانم بهر هر یکی شما. من امروز ما در این روز خرسندی برای تبریک کردنی یکی از آن مردهای فعال دهه عزیزمان، یکی از آن مردهای خردمند، دهقان، باغبان، پدر خاکسار خاندان ایوب‌مک را با جشن زادروزشان با مولود خجسته میلاد عمر تبریک کنی. از نام کلین پاشاشان که در مسافرت هستند، از نام فرزندان عزیزشان و امروزه لحظه ها را می‌خواهیم پیشکش شما کنیم. مانند هر روز همراه ما مهمانی این خانواده میشیم. رفتیم. السلام علیکم ای بابا رخساره خولا. من امروز خیلی یک روز خرسندی بوده، سورپریز شد. خواستیم که در حقیقت ناعیان سورپریز شده بیاید. این خیلی عکس ها، این خیلی ویدیو ها برای تاریخ مهر میسازیم. امروز زادروزی امکجان عزیزی ما، زادروزی پیری و تدبیری ما، پیری خیرتمندی ما ای بابا خواستیم تبریک کنی آمدیم با جشن مولودشان. ای بابا بیمار باشید، اگر پیشمون بابا تکلیف میکنیم. مرحبا. ای بابا زادروز مبارک، مولود خجسته را صمیمانه مبارک باد میگویم. امروز روزی خرسندی است. امروز خیلی که در جشن مولودتان خواستیم شما تبریک کنی بیاییم. رخساره خاله بیت شما میانشان به قوت دل شده نزدیک شده استید بگذار در دم پیری نمخین دولت پیری دیده گشته نصیب کند. امروز در هر یک روز خرسندی سیر آشکار میکردن در رخساره خاله میگفتن ما امروز تبریکات فرسانسیم، ما این خیلی کرسیم. امروز چی گفته ایلا میکنیم؟ انامی کی آمده باشیم؟ البته از نام کلین پاشایتان، از نام همین دختر خاندان، از نام فریزه ینگه خواستیم شما را تبریک کنیم. گفتن که برای ما هم پدر هم مادری من، امروز صاحب خاندانی من، فرزندای ما را همچه گوهرکی چشم بابای رسانسگی، انسان‌های از همه با مهر و محبت خاکسارترین، چخیلی که پستی و بلندی های زندگی به دستگیری کدگی. حاضر که وقتش هست غنیمت اینها برای ما امروز زادروزشان هست. امروز پدری مرا ملامت نگفتم، پدری مرا زادروزشان هست. رفته تبریک گوید، نیت‌های نیکتان را برایشان رسانید. برای آن کس چقدر سخن‌های ناز گوید اگر می ارزد. امروز برای پدرجان عزیز، برای ایوب‌مک میگویم پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دلها. پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم. امروز ایوب‌مک خیلی که تا گفتن انگا پاشا در چشم حلقه بسته گفتن که جدای من با یاردماشان بسیار رسیدگی، هم ماشان انسان‌های خاکسار، مهنت‌های حلال که انمی خانه و در بالا کردن. من فرزندان من نیک و حلال خورانسیم، برایشان رحمت میگیم. از همه بالا داشته، از همه زیاد داشته انمی فرزندای ما را نبیره هایشان را نگاه بین میکنن، مهر میدهند، پند و نصیحت میکنند. کتابی پند و اندرس های هستند، برایشان رحمت رسانید. و البته برای پدرجان عزیز در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین، کتابی از همه زیباترین که با نام کتابی قرآن است، برایتان همچو هدیه همچو تحفه آماده کردیم. البته در زیر موزیکای شوق برایتان میسپاریم. مرحبا. مبارک باشد.
رخصار خلا امروز خیلی که هم تو زنگ زدن گفتن برای مادر مهربانم، برای عزیز قلبی من که همچون مادر مهرشان را برای فرزندان من داده ایستادند، برایشان گوید که رمز تشکر. این حالی هیچی نه، آنکس از این 10 برابر چندین برابر زیادتشان میارزند. برایشان رسانید زمین و آسمانی من، زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. در این دنیا که بیرحمی و بیمهری است بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. مادر مهربان زن هستند در خانه. من برای فرزندان من آنجوری دعاگوی، برای فرزندان من هم یک انسانی نمونه می آوردگی. در آینده من میخواهم که مانند انمخیل پدر و مادرم انمخیل انسان های نکو شوند، آیله های خوشبختانه برپا کنند. برایشان رمزی تشکر، رحمت رسانید. چقدر یاد کردم رحمت گوید که فرزندان ما را همچون گوهرکی چشم نگاه داشته ایستادند. خودشان گلی ریحان خاندان ما هستند. همراهی ملعمق عمری دراز نصیبشان گرداند. برایشان در سمرقند کافته کافته همه گلدسته زیبایی آماده کردیم. مرحمت میسپاریم گلدسته های زیبا را. مرحمت. مبارک باشد. انصار جان، همینجا به انصار جان در نزدیکی زادروزشان بودن. آینده با 18 هم به چند گفتن. انصار اینجا بیا کنی؟ انصار. انصار اینجا بیا. امروز برای انصار هم در روز زادروزی و بجانشان آینده با زادروزش از چند روزهای نزدیک بعد البته یک تحفه زیبا تیار کردیم. من از این طرف آماده ایستاده است. اینجا بیا. یا اونی آنه جان بابا جانش به ایستا. امروز انصار جان مادر جانتان از مسافرت شما تبریک کردن. زادروزتان مبارک. آینده با مکتب های باباهای اعلی ختم کرده، دانشگاه های دولتی نصیب کند، هم خیلی فخر آهلیک شود، میلیتسر شود، یک بانکیر شود، انسانی نکوک شده. الان آنه جان و بابا جانش به کلین پوشوی نغزه بیارن و الان کلینچک آماده شما با خدمت کنند. روز خورسندی مبارک. برای الان خیلی پهلوان پسر یک تحفه زیبا آماده کردیم. من در اینجا ساعتی طلا برایشان مرحمت شده. دستمو با مکنیم. مرحمت. نیومدی بی تو شب من تاریکه، با من باشه عشقم دویا رومانتیکه، به یاد تو هر شب آسومی. رخسار خاله امروز ارزنده ترین انسان شما هستید. الان خیلی با مکمه جوان نگاه داشته گشتگی، الان خیلی روزهای خورسندی و میارزیدگی انسان شما هستید. باید که تخشیر کده همچون رحمت برای کلین پاشه و البته با مکمه در روزی زادروزشان تبریک میکنید. مرحمت. بابای میلیون ساله سری ماما مرسوخ سلامت کردن. کلیدم همسو. رحمت. مبارک باشد. امروز روزی خورسندی است. گلدسته تد انصار جان بالای وای با کرامت ماما. البته برای شمایان باز یک تا شیرینی زیبا تیار کردیم. نیت کرده هم ما سه ما نبره ها همه یک جای نیت کرده. ما در اینجا شمهاش ما میگیرانیم. بیارید پیش ما با شمهاش گیرانده یک جای از آن شیرینی تناول میکنیم میبریم پیش بابا جونشان با پیش کامری نگفته انم تو میستیم. امروز چند سال هسته مای با من؟ انم تو 15-16 سال انم خیلی جمع هسته کرده فقط. مرحبا. هر ما یک تا شباش میکنیم و یک جای میبریم. مرحبا میبریم اکنون.
مبارک باشد زاد روز مبارک مرحبا Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. همکا تبریک خوشی کردن مرحبا مبارک باشد Happy birthday. زاد روز مبارک روزی خورسندی رو مبارک باد میگیم حاضر ای با من از نامی و فکرم دوستاتانه همسینت یا دوست یا خیش این کس از نام خدا نیت های نکویشان رو میشنویم بچویم امامک جان در شرکت تبریک کنیم بعد از آن در بیره ها یک تا میرقصم بعد رسم گیری میکنیم مرحبا مرحبا از نام من خدا از نام آیدم همینویم یک خدا ما ایل با ما Abang Maestar. تبریک کردنی الهیم عمری در خدا بینم من همین نیورو الهیم خدمتاشون کنم Nevaro kamu jawab. نیوروی اومداشونم باباشونم خدمتاشون کنم پدر و مادر رو حرمت کنم خوشت پیر شوند رحمت سلامت باشن در بیره ها تبریک میکنیم می یعنی شعرها از یاد کردگی می بیا آمد جان من بابا جان تبریک میکنم صد بدروی رحمت مبارک شود اکنون یک تا برای نبیره ها رخصار خلاق شروع کردن تو میرقصیم بعد از آن رسم ها میگیریم مرحبا
مانا بیننده های عزیز، امروز در حقیقت پر از سورپریز شد. گواهی آن گشتید که ما از عهده کار خود برآمدیم. سورپریز کردیم، همه در حیرت ماندند. بگذار الان خیلی سورپریز شود. امروز با جشن زادروزشان ایبامک را تبریک کردیم. همچون رمز تشکر برای رخساره خاله گلدسته های زیبا را تقدیم کردیم. بگذار در این خاندان فقط روزهای خرسندی باشد، فقط آواز سور و سرود، الان خیلی سورپریز ها هر سال شود و آماده تبریک کردن گیریم. همیشه سایبانی خاندان شده، از سر فرزندان کم نشده، از صف دوستان کم نشده، سایبانش ساق سلامت گردید. اگر بخت و تخت و دولت فرزندان امین است، هیچ وقت درد و غم را نبینید، خستگی را نبینید، فقط روزهای خرسندی باشد. در چشم مانند امروز اشک‌های خرسندی حلقه بندند. آماده الان خیلی روزهای خرسندی را تبریک کنیم. رحمت میگویم برای مهمانداری، رحمت میگویم برای کیفیت اعلی، پیشوازگیری زیبا. امروز مهمانان، البته دوستان بیننده های عزیز، ما تبریکات امروز را از نام کلینشان که همچون دختر در این خاندان هستند و جاده آنها در نزد آن کس بسیار هم بلند و پرقیمت است، از نام کلین پاشا فریضه آیتی تبریک کردیم. آن لحظه ها را پیشکش شما کردیم. با ما باشید. با شبکه شهنام رحمت برای شما، سلامت باشید. رحمتی کام جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرف شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرف شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.